دهقانان ولایت ختلان میگویند پخته دوباره به طلای سفید تبدیل می‌یابد. تحلیل های آنها نشان می‌دهد که امسال ارزش یک تن پخته در تاجیکستان تا 4500 سومانی بالا می‌رود که در قیاس به سال گذشته 500 سومانی بیشتر است. امسال پخته نشنامه پخته نقض سال خوب آمد برای پخته حاصل انتظاری از هر یک هکتار 30 سنتیمتر کم نمی‌شود. یلگش اشوروف دهقان از ناحیه قبادیان که 10 هکتار زمین پخته دارد با اشاره به فراوانی حاصل امسال میگوید از 1 هکتار تا 32 سنتیمتر پخته جمع آوری میکند. حاضر من یک 4 روز شد من قریب 5 تونه پخته چیندم. با چناگ رفته است ناسب باشه هم یکم چنه قطعی 15 سنتیمتر میکنم. تجارت پخته در تاجیکستان تا 10 سال پیش یک ساحه پیچیده و پرمعما بود. کار به طرز جریان داشت که دهقان همیشه در آخر موسم بینوا میماند. آنها با شرطنامه‌های فیوچریستی وابسته بودند که بالاخره به قرض غوطیده پخته خود را قریب رایگان میدادند. تا 2005 همه حالات بودن، فیوچریست بودن، دیگرها بودن، بانک خط کار میکردن. حاضر حاجگاه دهقانی حاضرشون این خیلی بسیارشان آزاد کار میکنند. آزاد پرورش پخته پرخرج و زحمت طلب است. خواجگی های هستند که توان کافی برای سرمایه گذاری ندارند. از بانک قرض گرفتن نمی توانند برای آنکه فایزها بلندند. بنابراین یگانه راه کار با شرکت های است که به ساحه پخته پروری سرمایه گذاری می کنند. خودم طاقه به سرمایه گذار قین من بکار کردم. شرکت ها برای دهقانان سر هر 1 هکتار برای نگاهوبین و معاش کارگران $500 پرداخت تخمی و دارو می دهند. اینچنین تکنیک و سوزشواری را تامین می کنند. در برابر آن دهقانان عهدهداری می گیرند که تا 2 تن و 500 کیلوگرم از 1 هکتار برای آنها پخته بدهند. با کمک پخته ما خودم وای میکنم ده دیگر جای با دیگر خردار با میفروشم ده. زن قوه اصلی کاری در زمین های پخته است. چند سال پیش آنها برای هیزم پخته میچیندند. حالا برای اکثر آنها یگانه جای کار است. ما بر وقت کار میکنیم. سالخوند کار میکنیم، نزدیک در مید کار کنه میشه. خیلی گرم میشن داره که حاضر خاص سالخونه. هر یک زن کارگر برای 1 کیلو پخته چیده‌اش از 30 درم تا 1 سومانی پاداش میگیرد. درآمدشان از 2 تا 5000 سومانی است. چند قچنیم هم پخته پولش میتیه. نرخ 1 تن پخته در بازار جهانی از $2000 گذشت. دهقانان ختلانی میگویند با بالا رفتن نرخ و افزایش درآمدشان امکان می‌یابند میدان‌های کشتی پخته را وسیع کرده تجارتشان را رواج دهند.